دوستان خوش اومدید به دیگه بار از من. دوست من نمیدونم چرا نمیخوای منو فالو نمیکنی. من VPN رو بس شده، من داخل تیک تاک و آپارات داخل تیک تاک و یوتیوب فعالیت میکنم، چون که این موقع زیاد میرم یوتیوب و تیک تاک دیگه اینجوری ها نیستم تو آپارات باشم، به خاطر همین میرم بیشتر توی تیک تاک و یوتیوب. حالا ویدیو ما رو در یوتیوب چجوری ببینید؟ خیلی ساده است. اول میریم با یه VPNی که هر VPNی مدل من همه VPN نمیشه، VPN های معمولی هم میتونیم بریم. VPN وقتی که وصل شد میریم داخل یوتیوب سرچ میزنیم، منو میزنیم، بعدش میاد. بعدش داخل تیک تاک هم باید اسم اون چیز الان این VPN برامون چی میگن اسمشو تبلیغ میاره، ولی اینجوری نیستش. تبلیغش رفت، سری بزنین داخل اینو بیاریم بیرون کلوز. حالا بعد از این برین توی یوتیوب، اینجا اسم منو سرچ کنین، بزنین اینو بزنین روحام جنجالی. حواستون باشه باید یه خطم داشته باشه. بذاری من یعنی روحام جنجالی بعدش توضیحات براتون می‌نویسم. حالا میزنین خب ویدیوهای من میاد. این ویدیو من با 17 تا سابسکرایب و 22 تا ویدیو، همش هم ویدیوهای خودم و یه ویدیو خفن منتشر می‌رید اون حتما فالو کنید. الان ما میریم سراغ تیک تاک. حالا تیک تاک هم اینجوری که در یوتیوب میذارم میفهمید. تیک تاک هم همینجوریه، اسممو بزنید میاره. الان چون که برای اینجا نیست، برای شما توی کپشن می‌نویسم. این ویدیو خوبه، ولی یوتیوب هم میتونم برای تو ویدیو میذارم. تیک تاک بیشتر میذارم که صدای من نیفته، بیشتر با آهنگ باشه دیگه. میدونیم که اینجوری نیست. حالا از ویدیوهای ما دوستتون دارم، لایک و ساب کامنت فراموش شود و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. هم داخل تیک تاک ویدیو میذاریم، آپارات هم روزایی که میخوام با کنم در آپارات و یوتیوب و تیک تاک میذاریم. بعدش روزایی که دنبال یه ایدم که هنوز نیومده، باید صبر کنم تا بیاد از یه جایی، از شهرهای مختلف. دوستتون دارم. از این ویدیو لایک، ساب کامنت